اوضاع و گپ خبر از داخل و از خارج، خصوصا از دولت همسایه، بعضی از ملایی که نه اندیشه دارند، نه تشخیص و تحلیل دارند، نه درک و فهم دارند، برای همین هم شورای علما فتوا صادر کرد که این همه گپ‌های به اساسی که هیچ واقعیت ندارد نادرست است و به گفته اینها هرگز شما آواره و فریفته و داده نشوید. یعنی آگاه باشید، همین خانه آرام و آباد و خنده های فرزندان و نبیروانی که وجود دارد هر روز میبینید، این رو از دست ندید. چرا که ما یک بار دیدیم جنگ برادرکشی، خانه های سوخته خون و خاک کشیده رو ما دیدیم، بس است. برای همینم شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان فتوا صادر کرد که من به سمع شما میرسانم. فتوای شورای